مسلمه دولت و ساکن شهر دوشنبه چند سال باز گرفتار بیماری قلب است، ولی از معالجه در بیمارستان خودداری میکند. یک سبب اصلی سرپیچی او از طبابت حضور طبیبان مرد در بیمارستان است. زنی توجیک نمیشد، زنی مومن مسلمان میری در پیش مردکو، در همون جوهای درکاری که مردکو هستن نمیرویم، میشنیم در خونه یگون لیچین توجیکی کردگی پیش یگون طبیب رفتن. خواهد چی کنیم دیگه؟ ناراحتی زنهای مریض از معاینه در نزد دکتری مرد پدیده نو نیست و طور خودی دکترها میگویند یک احساس طبیعی است. با این هم ساکنان جامعه تاجیکستان به این موضوع نظری مختلف دارند. چی بگی؟ وقتی زنها کسان شده باید مردک جراحی کنید دیگه درست هم نیست، دوری هم نیست. وقتی بیمار شده فرقش نیست، دکتری مرده زنه توبت کند شده. دکتر زن باشد بهتر است، برای که پیش مرد بگونه به آدم شرم می‌دارد اوریون کردن خودشان. اساسش که سوق سلامت مثل بایشه و تولد کنه و سیاست سلامت مثل خونه برای ما فرقش نیست. خیلی شرم و حیا هست. خیلی زن ای شرم شاید گیمرای بسیار تاجیکستان 99% زنای تاجیکستان هم گیمرای ای شرم و حیاشون نمیبینن، برای که گفته که مرد توامد میکنه به وزین کشید و میبینه یا ایستونه میشن یا ایستونه میبینه مجبوری میبینه. مدیسینا وای ندارد، فرهد ندارد، مرد زن وای فرقش نیست. طبیبان میگویند در بعضی موردها همسر زنی مریض و پیوندان او به شرکت دکتری مرد در تشخیص بیمار و یا پیشبرد عملیات راضی نمیشوند و با این جانی بیمار را در خطر میگذارند. یعنی که یک حادثه بود که کودک با پیش آمد کوس باید تولد میشد و در همونجا مثلا مشکلی شد و ما در اونجا دکتری مرد رو یعنی جیغ زدیم. خشتامانی وای زن با شوهرش در پشت در می ایستادن و خشتامانش به من گفت که من فهمیدم که یک مرد در آمد در وقت تولد کلی من، اگر مبادا همین راست باشد و پسرم فهمد در آمده حاضی جوابش میدهد. در تاجیکستان حدوداً 90% جراحان مردهایند. دکترانی با تجربه میگویند طبیب جنس ندارد و از این رو در حالتهای بحرانی گذاشتن سرحد جنسی میان طبیبان جاهلی است. وقتی که میگه که مرد منو نبیند، من در یک لحظه این مسئله را حل میکنم. یعنی که زنی طبیب باشد در نزدیکی زن دعوت میکنم که به طور باید شاید معاینه و تشخیص گذراند و نتیجه معاینه تشخیص را با من بگن تا اینکه من در اساس دلایل های معتمد معاینه و تشخیص توصیتی هم طبابت کنم این زن رو. بواسیر یا گیمرای از بیماری هایی که بیشتری زنها را گرفتار میکند، اما به علت انگشت شمار بودن جراح و طبیبان زن در این ساحه اکثر مریضان از معاینه و طبابت بیماریشان در نزد دکتر خودداری میکنند. گفته می شود جراحان بواسیر از حساب زنها تنها در بیمارخانه کلینیکی رقم 5 پایتخت و یکی دیگر در شهر کولوب فعالیت میکنند. وزارت بهداشت نیز از وضع باخبر است و تلاش دارد به مشکل زنها رسیدگی کند. طی سالهای اخیر متخصصان کولوپراکتولوگ از حساب زنها تیار کردیم. در دوره حاضر 4 متخصص می باشد. از اینها یک نفرشان عنوانی نامزد علمی طب می باشند و درجه عالی دکتر جراح می باشند. 3 نفر دیگر باشد در دوره تیارشوی این متخصص می باشد. طبیبان میگویند تا زمانی روی کار آمدن طبیبان زن در رشته‌های جراحی خوب میشد اگر مردم سالدیده و یا اهل مذهب ضرر سرکشی از طبابت را به زنها شرح میدادند و با آنها کار میبردند. آن حالتی که ضرورت می شود، بعضی چیزهایی که منع است از نظر شرع اجازت داده می شود و در اینجا چند صورت دارد. وقتی که زن بیمار می شود و در همون حالت طبیب زن یافته نمی شود یا اینکه طبیب زن یافته می شود و تخصصی او به این بیماری نیست و وقتی که ضرورت می شود تنها همون جای بیمار را، یعنی همون عضو بیمار شده را
که دیگر اعضا سطر بار باشد، همون جای بیماری را میتواند که معاینه کند. قهرمانی گزارش ما مسلمه دولت و که ما نتیجه های پژوهش خود را با او در میان گذاشتیم از شرح طبیبان و کارشناسان قناعتمند نشد. او گفت این عمل خلاف طبیعت زن، خلاف طبیعت انسان است که باید به نظر گرفته شود.